با گزارش سامانه آزادگان گروهی 15 نفره جوانان نزد سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه جمع آمده طلب دارند سفارت پاسخ نامه‌شان را گردانند. سخن از نامه است که 27 اکتبر سال جاری گروهی جوانان در تالار دانشگاه ملی تاجیکستان گویا جمع آمده از آمریکا و کشورهای اروپا خواسته بودند. محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، عبدالملک عبداللاجانوف سابق سروزیر و سابق نامزدی به مقامات پرزیدنتی در تاجیکستان و داداجان عطاولایف سرور سازمان وطندار را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند. این گروه جوانان به کارمندان سفارت تهدید کردند که در صورتی در کوتاه‌ترین مدت نگرفتن پاسخ نامه‌شان همه 600 نفری را که زیر نامه امضا گذاشته بودند نزد سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جمع خواهند کرد. این اولین همایش نزد سفارتخانه‌ها در تاجیکستان است. روز 5 اپریل در نزد سفارت آمریکا و 15 اپریل نزد سفارت آلمان گروهی زنانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های آبان و زنان اسیانگر مشهورند همراه با گروهی جوانان که اساساً دانشجویان بودند جمع آمده بودند. آن وقت سفیر آلمان در یک مصاحبه‌اش گفته بود جمع آمدگان را قبول نکرده است چون خودشان نمی‌دانستند چی می‌خواهند. شاهدان آن دو تظاهرات نقل می‌کردند که میتینگچیان جمله ما خودمان به سپارش یگان کس آمده ایم را زیاد تکرار می‌کردند. چند نفری آنها شیاری ما آزادی می‌خواهیم را همسر می‌دادند که معلوم نبود از کی یا از چی آزادی می‌خواهند. شاهد دیگری حادثه نقل کرده بود که پلیس نزد تظاهرگران آمده دشنام داده است که چرا آنچه آموزاندیمتان نمیگویید و آزادی میگویید. مراجعه‌نامه این جوانان به سفارت امریکا و از این پیش به سفارت آلمان و دیگر تشکیلات بین‌المللی واقعا این یک عمل خنده آور است و باز یک بار شرمندگی حکومت تاجیکستان را نشان می‌دهد. آنها تا هنوز درک نکردند که تاجیکستان را در اروپا و در امریکا چون یک کشوری قفا مانده، چون یک کشوری پرشکسته و چون یک کشوری مفیوزی میشناسند و هر چه آنها میگویند اصلا تاثیر به این حکومت ها ندارد. این جوانانی که امروز آنها را به نزد سفارت ها میفرستانند، با آنها میتینگ ها تشکیل میکنند، آنقدر کم ظرف و کم دانش هستند که گمان میکنند که گویا که فردا یا پس فردا براک اوباما یا مرکل میتوانند که منو بیروی عبداللاجانوف را به دوشنبه استرداد کنند. این البته یک خواب بچگانه است و افسوس که تاجیکستان امروز به یک کشوری بدل شده است که اصلا از خیرات، از عقل، از دانش نشانه نمانده است و این بچه‌هایی که یعنی لیسک ها، این بچه‌هایی که این نزد سفارت آمدن، اینا پرورده انمی حکومتی واقعا یک حکومتی بی‌سواد و کم ظرف و بی‌دانش است و بس.